بله ارغندمه. بله خیریت چه کار میکنی؟ تو گله بازی میکنی؟ گله بازی میکنی. دیگه کار ور افتاده که تو گله بازی میکنی. همین بچه ها از تو چی یاد گیرن؟ اینا خود یاد دارن گله. اینا را درس و تعلیم اینا بندختی اینجی بیاریم تا جایی نصیحت کنی گله بازی نکنیم سر صدا نکنیم تا کوچه وقت کاغذ باد بازی تو کاغذ باد بازی میکنی وقت گله بازی تو گله بازی میکنی کفتر تو پیدا کردی برای خوب عوامی کردی به فکر کار باش به فکر روزگار باش بیا گله جان یک دقیقه بله بفهمیدی این کارو خوبیت نداره گله بازی و کاغذ باد بازی و مزاحمت تکوچه سرکوچه شیشتن و فکر کار باره باش برای خود برو یک کار چیزی پیدا کن یک شغل یادگیر که با آینده تو به درد تو بخوره چه کار کنم کار نیه کار غریبی نیه من برفتم با مستری خونه رفتم انم برفتم با مستری خونه رفتم مرتکه گفتک 2 هفته بدم اینجا گفتک از این نمد به تو کلای نمیشه برو که تو به درد نمیخوری یاد نگرفت تو من اونجا رو بله کدی ها؟ انا برای کار میگردم حالا ماستم برو مرو کشته بفرشم انا با هوا گرمت انا تروش میکنه کشتا نمیخوره اگه تو واقعا کار کنی من با تو کار پیدا میکنم چه کار میکنی؟ من خودم کارگاه تولیدی دارم خیاطی واسکت میدوزیم لباس میدوزیم اگه بریاریم اینجا و تو یادم میدم یاد میگیری قرار کنه باز خود تو خلیفه میشی میتونی به خود دکنی واکنی ای بر قرار کنه به خود دکنه که واکو شاگرد بخو بابا یعنی از او کشته بیتره که بفرشم بیشتر نیه از این دست تو شاگردا فارغ میشن همو به درد تو میخوره ثواب به تو میرسه ای که بچه ها گله بازی یاد دی و 4 طرف رو جمع کنی به درد تو نمیخوره همین گله کارم پرته بدی همینجی بریم از این سر خودم کار کن بیار خونه کن نه چی گفتم داری وقتی که رفتی خوشحال برو به خونه بگو من با خود کار پیدا کردم با فلان جا کار میکنم بچه ها چور کنم بنده که ور دارم شما بچه ها بریم درس بخونیم بریم بچه سبقا خور بخونه که یاد گیریم این به درد شما نمیخوره فقط درس خوندن به درد امال میره بریم امال اگر کار کنیم بله خاک به سر از این برقا این وقت رفتنه کار از این مردم به پیش ما بموند که یالی برق بره بچه هم فیوزار سی کردی تن افتاده بو فیوزار سی کردی تن افتاده بو بیترین کارگاه بیترین جای یخه به تابستون یخ به زمستونم گرم سلام علیکم بیشترم بخیر سلامت اختیار هستیم خیریت اینا شاگرد ارشد ما سلام خوبیم خیریت بخیر شما جور اختیار هستیم شکر زنده باشید سلامت باش یک شاگرد کلام دیگه هم بیاوردم برای شما خلیفه جان اینا بیاوردم از این بعد به خود ما شما همکارم مون تا کوشش کنیم که یاد دیم برای از اینا کار یاد دیم میگم شماره پیار کنم داری که هم دلجمع باشه برای یک زنگ بزنم بگم دلجمع کنم که کار نکنم همون گوشی داری یا گوشی دارم همین شماره رخ کو که من گپ زنم اینا دیگه جان کار کنم استاد اینا از این بعد ما هم یاد گیرم خب ولی نه اومدم که یاد گیرم اینا فقط اینجا برای ما کوشش کنیم که یاد گیرم نمیشته بابا نوروز پیار شما بابا کدوم امی بابایه سلام علیکم مامون نوروز خوبیم بخیر سلامتی شکر زنده باشه من طرف شما خیریته نگفتک گیلگیشتری خبر امین بچه شما گیلک با کجایه دنبال کار رفته ایشته دنبال کار رفته تا کوچه گله بازی میکرده بودم شما بگید که تلفنی نمیشناسید پیار چشما شما به نظرم کمین شده همین شماره خودینه همین گوشی هم خودینه گفتم شما یک دلجمی بودم برای شما یک خوشخبری
این به داخل کوچه همین گل‌لبیزی میکرد گفتم این کلان شده نام خدا به درد از این گل‌لبیزی نمیخوره بله ما کارگاه خیاطی داریم واسه دوزی و اینا این بیا آوردم همین شامل کردم هفته 3-4 ساعتی هم میدم گفتم شما دلجمع باشین که همین دیر چیزی میایه وقت نه وقتی میایه شما دلجمع باشین همین پیش منه بله همین پیش منه بگم باشه یا نباشه گفتم نظر شما چیه همین کار کنه زنده باشین وظیفه مانه باید نه دلجمع باشیم یاد میدیم بریم یاد میدیم بخیر باشید نه کمک ما گپ زنم خودی کار خودی هم گپ زنیم باز خودی و سوا یا پسوا یک چکر بیایم کارگاه ما رو ببینیم جا ما رو ببینیم خیلی یک جای خوبه جای منظمه از ما و شما خداحافظ خودی گله گپ زنیم کینه پیرتون پیرتون راست میگی الو بابا ما بیامدم اینجا ماما چیز خیاطی دارم چی میدوزین؟ خیاطی واسکت لباس واسکت میدوزم بابا انا بیامدم اینا ما به تکوچه بیدم بخوام ایتا میرفتم که برم هیزون بچینم انا اینا لطا ما شاگردیم اگه ما بیایم به چیز ما به همین دیکن ما کار کنیم انا به شما پولم میدم انا بس نکن بابا یا نست نکن نه بابا چی شیخی مسخرگی میکنم من نه میست نکن به کجا خوبی خرج ما رو میدن چند وعده؟ اگه عرصه وعده بشه عرصه وعده خرج میدن یعنی شبم هسته؟ اگهش بعد شما بابا به دلجم باشید دیگر خوب شد خرج من پیدا شده بابا این همین کار جایی سواد خرج چی جایی؟ کار جایی سواد خرج کار جایی سواد خرج میگم اگه تو خفتن بسته کسی نون خفتن را اضافه کردی هم ندیم چیز نون خون سواد خرج را میدن تو خفتن نون خون میخونم پس میام به سلاخ میشم بابا من میگم اگه میگه به کل خوام بشه گپی نیه من نمیترسم داریم اتاقم داره نمیترسم اتاقم داره داخل کارگاه بس نکن بابا حله خوبه خب یاد میگیرم بابا دلجمع باشه که در و بند باشه با 4-5 سال یاد میگیرم خداحافظ نام خدا زنده داری به 4-5 سال نه که به 4-5 ماه بخیر یاد میگیری پیار من گفتم بس اگر بخواه اگه شوام میستدی خوب شو میگه چی میگه که مثلا مرگ میبینی حال خوب شد گویم دلجمع شد که کاری بگیر تو چه کار کنه خلیفه؟ اولین کار ما رو بفهمیدی؟ اولین کار ما خواسته باش که تو خبر کنم اما روز اول که باز استاد به ما چی نکن خب شما بگیم بریم که برم به دنبال تکه و این برم تکه ها رو بیارم هم فرمایشات و اینا رو همه جمع کنم اون خلیفی دیگه ما مسته خوبم استاکاره اولین کار ما اینه که صبح ساعت 6 بجه که سر کار میایی بفهمیدی؟ فقط خود شاگردار شوخی نمیکنی شاگردار نمیزنی بفهمیدی؟ نه فقط صبح که 6 بجه میایی جلوتر از شاگردا که اینا کارفهم میفهمن اما صبح که میای اول که تا اتاق جارو میکنی خیلی بینی بعد از اون امروز از این میزا اینا رو سفی میکنی خیلی بینی بعد از اون چای میکنی سفی داره اینا هم میتونی از اینا استفاده کنی سفی میکنی پاک میکنی چای میگذاری گلاسا میشوری آماده میکنی یکی دیو موندی از این بزی ماشینو دست نمیزنی که دم سعی کنم پنجه تو نمیتا دختر نه تا اینجا استکیا بله ای بابا کمی مدرات دست تو بجون از این بزنی تا اینجا دست تو نمیتا میدی بابا اینجا گاهی وقتی مدر به تمون میدوزی همین تلاش اینا باز برقی هم هست که اینا برق میایه خود از اینا توری روشن میشه تو ما بابا اینجا فقط اینا رو میتونی دور سفی میکنی چشم کار تو همینه چشم اگه کار تو خوش کردی ماش هم با تو بیشتر میدیم گپا ما بفهمیدی بله خیلی حالا سفیر هم شاگرد میگم بیاره به دست تو بده که تو این میزان یک دفعه سفی کنی بیاره یک سفیه بچه آره ما خوبه میگو بله اینجا توف نکو چرا؟ این همیشه که سفی نکنی خود از این پاک میشه سیکو یعنی میشه کرد این تا اما قدر را که میونه دست آخر پیش نبوری بدین از خلاص خب این هم یک سفی به روی میکنی چشم خلاص چشم روی میزا توف نکنی که تپه میفته که
فهمیدی؟ نه او مریضم هیچ چی دیگه قل نماید هم سیفی که کنسه کنم خدا شو او برم سیفی کن یک وقت متوجه به این جنبه که دست تو اینجا دورو نره با نه این میز همه میز صفی کنم کار تو دیگه فعلا نمینه آره چشم آه. چشم لالا از این آمد بریم که 10 دقیقه 12 من دیگه ورزی خبره راست میگه من خو خبره یاد مبرفته بیدار بریم بچه ها متوجه باشه بده کن ما میریم من تولا رن پاس باز میایم نونو بخوره میایم باش کجا میری تو؟ بله تو کجا میری؟ تو نمیگه بریم به طلا نون خوریم گوش کشه کی بگو تو بیا بریم تولا نون خوره؟ شما گفتیم ما بررسی خبره خب ما خلیفه خبر کردم با شما نگفتیم ما سواد خرج هم میدم خب سواد خرج با دیکن بابا تو گفتیم نگفتیم با تولا بابا گفتیم با تولا رو میگافه یعنی من نرم خود شما نه نمیدی تو نون تیار میکنن نون بخور خودیم شاگردا ما با خلیفه میریم نون نمیخوریم با میایم خب ها برقان یا بچه بخونم آه چه کنم از غم تو چه کنم از غم تو همیشه با چشم ترم کو به کو دشت به دشت والا و در به درم لیلا 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 مجنون کردی تو ما را آوارم جانا بیچارم جانا بیچارم جانا چقدر ناز و ادا چقدر جور و جفا زدی از دست غمت داغ و بر جیگرم زدی از دست غمت داغ و بر جیگرم لیلا 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 مجنون کردی تو ما را آوارم جانا بیچارم یانا درسی جان دیگه بخواه نرخشیلیشتن خواب شدم الله الله خوشین که برغانیه برجو الله گردنم بند باشه شما خوب شدین تا من خوب نشد انا یا وقت طول برغونه آمده نه خواهم چه دیده این چه طریقه شدانیه لالا ایلا این چرا این رقم خواه این چرا تو این رقم خواه بله خلیفه این چرا همه شما خواه بله چرا همه شما خواه بزی گفتون برو تو نون بخرد بیاره گفت که خلیفه پول به من آلده دی دو بروی برو ای تا چیز جارو کدی تا دفتره جارو کدی اینجا گو میگه جارو نداره نمی گفت که جارو نداره اشته جارو نداریم جری نداره
داشته روی میزارم سفی نکدی کو گردن بند باشه خلیفه اگیش نگی مال دل مشاد چشه امی تبرکلوس گردن بند باشه خلیفه اینجا جا خوبی از صبح تو برای خرج خو کار بکدی ببینجی صاحب کو کار بکدی ها چه کار کدی این دیسیتا میز خیچه شدن این بچه‌ام امی به من گفت امی میبینیم خود کله گنده خوب من گفت امی کلمند آورده بخونه که ما خورشیم او پس اینجی تگاپه بده خوندن کده اینام خو شدن آقا از اون همینا بخی اینجا بزی میکردم همین تو معلوم میشه خلیفه جان کی آدم به درد ما و شما نمیخوره نه بفهمیدین چرا که شاگردان ما دیگه از کار میندازه آقا اینا ایتا نبودم ایتا خوی نبودم جمع میگردم تا صبح چند وقت می شاگردا کار میکنن تو رو بدیدیم همینجا با خوشم نه بار اول میبینم کلون اینا که خوش خود نخواه میشم تو به درد ما نمیخوری تو اینجا به درد ما نمیخوری چرا؟ فایده نداره دیگه تو نیتا اتاق جارو کردی اول شاگردان ما رو خو کردی از کاری نختی انمو شاگرد ما قچیکاری کارا هم میکرد او هم تو خو کردی نه قچیکاری هم بمونده کارا مردم همینجا به پیش مو گوش نه تو چه کار بکردی که تو نمی تو چه کار کردی الان صبح برو کوکو از برای که بدی برو بخیر بری کجا برم؟ برو به خونه خو بخ برنون خورده؟ برو بخ شما نگوتین سواد خرج میدین؟ سواد خرج ما بدیم ما شاگرد ما که کار کنه شاگرد نمایی که اینجا خوب باشه اینجا ما متعبدل منیم میفهم چره میفهم چره خوب او خوردن نیه نون نیه ما تیلی کم هستم به مشاهد از نه سرده یعنی اگه جای باشه که میته میز و چوکی و همه چیز تیار کرده باشه خودت هم شیشته بشه گلا چای هم دقیقه پیش تو گردن اما بعد ما برستم یک دفتر کار میکنه انتشکین کن هم دشتر انتشکین کن همینجا با کاج نیه که فش میکنه ما مردم غریبی مثل چیزا نداریم نه سیستم ما خیلی بالای بخ کجا برو؟ برو به خونه خود بخ دیگه نه یا من برو به خیر بری خیلی برو به خیر بری من بیازی ما خدا با خونه ببند میدم با میگم برو به خیر بری برو شما خود شما میگید سوال خرج کنید شما 2 نفر برفتیم و طلاق کشیدید مفت بخورده ما اینجا خور خونه و بخوره تو از تو تن اتاق جارو نکردی گپ هم داری نون هم که تو بس بخوری ایتا شاگردا به درد ما نمیخوره بیا علی سینا بله خلیفه کجا بدی تو برفتم فلیده بخرم چرا گدیشتی که میگی لاک کنه آوردیم شاگرد چرا گدیشتی که خوشه من ندیدم ما برفتیم محفل بیام آمدیم همه شاگردا سعی میکنیم خوب کار مردم همینجا به پیش ما بمونده من وظیفه اینا برای اینا بگفتم به گیلک هم بگفتم بیا یک روی چرخات پاک کنم وقت اینا به می کلمنده تبله مزد و گیلک میخوندم خیلی رفتم تو با کجا بودی؟ براتون کن تشنه شدم فریده بخور خیلی برو سر کار خوب بله این چیزا به درد ما و شما نمیخوره خیلی بجام نه خیلی برای کارا خوب شروع کنیم خیلی که بعد میگه چیکاریا خوب بکنیم که کارا مردم بمونده دیگه با